دوستان عزیز، راجع به تعمیر مشکل پمپاژ آب دستگاه اسپرسو نووا 140 مشکلی که دارن بعد از رسوبگیری یا استفاده از مایعاتی که واسه تمیز کردن دستگاه استفاده میکنید، اکثرا به مشکل پمپاژ آب برخورد میکنن. دوستان، این در صورتی که پمپ صدا بده ولی هیچ گونه آب یا بخار از دستگاه نیاد، ما روش راه اندازی این پمپ دستگاه رو آموزش میدیم. بعد از اینکه دستگاه از دو طرفین باز شد، از دو طرف دستگاه رو باز کردید، به این قسمت دقت کنید. یه خار داره، این خار تو تصویر قشنگ مشخص هست. این خار رو ما با یه دنباریک بیرون میکشیم تا دستگاه تا شیلنج رها بشه. این خار وقتی در اومد، این قسمت این پیچ باز میشه، این شیلنگ رو خارج میکنیم به این حالت و اینجا البته این پیچ صافی هم داره. واسه اینکه اون صافی هم تمیز بشه بهتره که این صافی باز بشه. این صافی رو باز میکنیم به این حالت. این یه صافی داره، باید تمیز بشه. بعد با اگه بشه از روغن چرخ به این مدل چند قطره، خیلی زیاد نه، داخل دستگاه پمپاژ میکنیم. دوباره پیچ رو میبندیم. و محکم شیلنگ رو سر جاش قرار میدیم با فشار و خار رو از جای مخصوصی که داره این باید خوب پایین بره، نگه داشته بشه با یه دست به این حالت. این خار به این حالت باید تا انتها سر جاش قرار بگیره. مخزن آبو سر جا میذاریم، سر جاش کامل، اندازه آبم کافیه. امتحان میکنیم دستگاه رو. میبینید که مشکل حل شد. مؤید باشید. خدا نگهدار.